خب سلام بچه، امروز یه ویدیوی اتچمنت داریم براتون و اتچمنت های HS و قانون دیگه که داخل ویدیو براتون گذاشتم. اولی اتچمنت HS که همونطور که میبینید چطوری وانشات میکنه این اتچمنت. چون این اتچمنت با اتچمنت هایی که قبلا دیدید حتما خیلی فرق داره. این اتچمنت بچه خیلی فرق داره با اتچمنت هایی که دیدید. حداقل باید لانگ برر یا یه رنجی روی این اتچمنت باشه که دوستان خوب وانشات کنه. و جدا از این قضایه این اتچمنت برای مثلا دور پلی دادن نیست. فاست اسکوپ میتونی باش بزنی، هیپ فایر هم میتونی باش بزنی، بیشتر برای نمایشی پلی دادن. و این بچه اینم از اتچمنتش. اتچمنت خیلی خوبیه، حتما برید بشینید تستش کنید. این بعد دوم این اتچمنت هم همونطور که مشاهده میکنید اتچمنت 117 لقد بچه لقد این اتچمنت کمه تقریبا، ولی خب اتچمنت 117 باید 117 عادی بچینید بچه لقد کمی داشته باشه. الان 117 متیکی هم که میگفتن اصلا لقد داره، الان یکم لقد دار داخلش هر جور حساب. بچه این اتچمنت هم اوشه، برای رنج دور بد نیست. بعد مثلا برای رنج دور روش پیک خشاب و اینا بندازی که بتونه قشنگ رنج دور رو بزنه و حداقل یه پیک خشاب اپیک یا لجندی روش بندازید. اینم از اتچمنتش، برید بچینید و حال کنید. دوستان اتچمنت بعدی هم اتچمنت اودنه، گانی که این سیزن خیلی پاپ شده. لقد کمی داره بچه این اتچمنت، ولی خب نمیتونم بگم بهتون بی لگده. این اتچمنت بچه ها هدش 3 تا تیر میندازه و وستش هم 4 تا. اتچمنت خوبیه، ولی خب دیگه به خاطر اینکه اودن کلا خشابش کمه نیاز به یه دونه پرک خشاب داره و همچون یه دونه پرک از اون بازو و اسمون حالا نمیدونیم داره. دیدن از اون پرک هم نیاز داره برای اینکه اتچمنت بهتر بزنه. و دوستان اتچمنت خیلی خوبیه. اینم از اتچمنتش، برید بچینید و با این اتچمنت انیمی‌ها رو رنده کنید. هر کی هم گفت اتچمنت از کجا آورد بگو داشت سیل گرفتم. باشه این اتچمنت دیل، چه راستشو بخواید من خیلی دیل پلیر نیستم، ولی بجاش با دیل خیلی خوب بازی می‌کنم. زیاد خوشم نمیاد دیل فاست اسکوپ باشه، ولی خب گفتم برای دوستانی که دوست دارن دیلشون فاست اسکوپ باشه این اتچمنت به درد بخوره. باشه این اتچمنت هم هیپ فایر خوبی داره، هم هیپ فایر آنچنان خوبی نداره، ولی خب هیپ فایر نسبتا خوبیه برای کسایی که میخوان رنج نزدیکی فایر بزنن. و فاست اسکوپه. حالا میبینید من خیلی نتونستم باش درست پلی بدم چون من از فاست اسکوپ زیاد خوشم نمیاد و نمیتونم باش درست پلی بدم، ولی اتچمنت نمایشیه، همینطور باش شات‌های نمایشی خوبی در بیارید، مخصوصا شات‌های شلاقی و غیره. این اتچمنت هم بچه‌ها مثل اتچمنت های دیگه داشت سجاد خفنه و مثل همیشه اینم از اتچمنتش، برید بچینید و باهاش حال کنید.